سلام، میخوایم در مورد اضطراب صحبت کنیم و چند تا راهکار بهتون بگم که موقعی که این اضطراب میاد سراغتون بتونین اضطراب رو کم کنین و به آرامش برسین. خیلی وقتا اضطراب مثل یه مهمون ناخونده میاد سراغمون قبل از امتحان، جلسه کاری یا حتی وقتی داریم یه خبر مهم رو انتظار میکشیم. خبر خوب اینه که میتونی توی 5 دقیقه شدت این اضطراب رو پایین بیاری. اولین قدم نفس کشیدن عمیق و آگاهانه، یعنی 5 ثانیه دم، 2 ثانیه نگهداری و 5 ثانیه بازدم. این کار باعث میشه سیستم عصبی از حالت هشدار در بیاد و کم کم به آرامش برگرده. این کار رو 5 بار انجام بدید، خیلی نتیجه میگیرید. قدم دوم، توجهت رو از فکرهای استرسا بیار به لحظه حال. اینجوری میشه که شما 5 چیزی که اطرافت میبینی رو نگاه کن. مثلا درب سفید، کتاب روی میز، لیوان آب، گوشی موبایل، چراغ سقف. به 4 چیز که قابل لمسه توجه کن: دسته مبل، لباس روی تنت، خنکی لیوان، حتی وزن کفشات. به 3 صدایی که میشنوی دقت کن: صدای یخچال، تیک تاک ساعت یا پرنده های بیرون. به بوهایی که حس میکنی توجه کن، مثلا عطر قهوه یا بوی دستات، اتکلونت. و در آخر مزه‌ای که به یاد میاری، مثلا مزه چای یا شکلاتی که چند دقیقه پیش خوردی. این کارها باعث میشن که حواست از اون فکرهای استرس‌ها پرت بشه و به زمان حال برگردی، چرخه رو متوقف کنی و در آخر به خودت یادآوری کن اضطراب یک احساس گذراست، نه حقیقت زندگی تو الان داری باهاش روبرو میشی و همین یعنی کنترل دست توه. پس دفعه بعد که اضطراب اومد سراغت فقط 5 دقیقه وقت بذار، میبینی که میتونی خیلی زود دوباره روی زندگیت مسلط بشی و آرامش رو به خودت برگردونی. موفق باشید.